1000 برابر نفوسی هم بیشتره. 4 سال میشه همین جنایت میشه. ببینیم اینقدر توجه نمیشه. جان خیلی بیعدالتیه. امروز 2 روز پیش یک دختر به خاطر نان فامیل خوب پیدا کنه رفته لباس بچگونه پوشیده، گیر کردم. اینقدر افتخارانه میگم ما فقط یک جنایتکار بزرگ جهان گیر کرده باشم. خیلی متاسفم به وطن خود. کودکان سری ببینیم این کارهایی که با مو جزیره اپسین میشه 4 سال میشه در افغانستان میشه که 1000 برابرم از او کشور بزرگتر و از او منطقه بزرگتر. خیلی متاسفم به جهان. کی به این دنیا جهان عدالت میه آقای شفیعی؟ آگاهی عدالت میاره. ما باید برای ترویج آگاهی در بین مردم افغانستان زیاد کوشش کنیم. خود آگاهی میتونه که عدالت بیاره. در جایی که چراغا خاموش است عدالت فراموش است. از این خاطر اگر ما بخواهیم که عدالت در وطن ما برگرده باید آگاهی به ترویج کنیم که مردم ما خود بفهمند، حق خود بفهمند، جهان بفهمند، حق و حقوق مردم در جهان بفهمند. اون وقت ما میتونیم که توقع عدالت داشته باشیم. در غیر از اینمی چیزی که در افغانستان است اینمی عام شده میره. هر چقدر که مردم فکر کنه که اینمی کار است که خدا صاحب میکنه و خدا میخواه میره، دیگه باز ما عدالت نمیتونیم داشته باشیم. زیاد تشکر میکنم. این خط هستین دوستیز. سلام و درود خدمت شما آقای شفیع عیار و خدمت دوستایی که در پایین بیننده لایف شما هستن. سلامت باشین. سلام به شما. بفرمایید. آقای شفیع عیار، من یک سوال از شما داشتم، میشه که در مورد اگر پاسخی داشته باشین. ای که یعنی مطابقی که من لایف های شما را تعقیب میکنم نتونستیم بدانم که شما واقعا دنبال چی هستین. ای که آیا اللهی که او را مسلمانان پرستش میکنن او را شما مورد قبولتان نیست، یا ای که یک ناخدا باور هستین و میگین که نه، جهانی که ایجاد شده توسط یک بیگ بنگ و توسط مولکولا و هیدروژن و نایتروژن بالاخره توسط خود خلق شده و خالقی نداره؟ ما در اوجه نرسیدیم که به خدا باور نداشته باشم. ما هنوز هم در همی فکر هستم که یک قدرت بالاتر از ما همی انتظام در دنیا به وجود آورده، همی انتظام به پیش میبره. آیا ثبوت میتونم؟ نه. آیا برعکسش ثبوت میتونم؟ نه. آیا ما میخوایم مردم دعوت کنم که بیاین به می خدا یا به او خدا یا هیچ باور نکنین؟ اینمی بخش کار ما هیچ نیست. ما یک مبارزه اجتماعی دارم برای از اینکه وطن ما در یک دریای خون غرق شده. چطور کنیم که میره نجات بدیم؟ چی به خدا باور داشته باشیم یا نداشته باشیم، این کار باید بکنیم. بنابراین ما همی خدا باوری و ناخدا باوری در کن کار ما نیست. ریشه کار ما در اوجه نیست. ریشه کار ما یک مبارزه اجتماعی برای نجات مردم افغانستان است. اما تا جایی که میبینیم اسلام باعث یک بدبختی 1400 ساله در مملکت های ما شده و ما باید این زنجیر اسلام سست کنیم که در گلون ما دیگه کش نشه. اولاد ما بتانه نفس بکشه، آرام بتانه فکر کنه، بتانه یاد بگیره در این دنیا. اینی دلیل مبارزه ایم است و ما نه یک خدا باور هستم نه یک ناخدا باور. این دلیل مبارزه من است. خب اینجا با دو مورد آقای شفیع عیار پیش میشه و ما یکی که ایگه شما فکر میکنین که یک خالقی بالاخره وجود داره که جهان ایجاد کرده، ولی تا به اون مرحله ای نرسیدین که اونا کی هستن و شما او را بهتر بشناسین. آیا فکر نمیکنین که او خالق نیاز دیده یا ندیده که به حقیقت مردم بالاخره توسط یک فرد یا شخصی یا توسط خودش صحبت کنه؟
چون در ادیان ابراهیمی خویی گپ واضح است که خداوند خودش توسط پیامبراش که پیام ارسال کردین توسط مردم صحبت داشته و یا یک مثال بسیار زندهش قرآن کریم است که کلام میگن پروردگار است. خب بالاخره خیلی به او قسمتی که نرسیدین حتما چی فکر میکنین اگر هست چرا نام صحبت نکرده؟ یعنی ما در این قسمت رسیدیم که بفهمم که اونمو خانه که سیاه که ما بیت الله شریف میگیم و دارش میگردیم اونمو خانه خدا نیست، در درون از اون خدا نیست. و همی قرآن هم که ما کلگی ما قبول کردیم که کلام الله است، اینمی قرآن آنقدر تناقض داره و غلطی داره که ایش نمیتونی که باور کنی که یا خداونده که کائنات اینقدر بدون خلل خلق کرده، یا کتابه که صنف 4 برای ما روی کرده که 1000 غلطی. از این خاطر این رو میفهمم، اما این رو که چی رقم خداست و چی میخواه و چرا نامده، چرا که ما همیاله مکالمه نمیکنم. من فکر میکنم از روی طبیعت خود، از روی باران، از روی هفته و از روی برف، از روی زمستان، تابستان، شب و روز که ما مکالمه میکنم، اما به لسان آدمی نه که برای ما بویه که شفی اینی کار کو اونو رقمی نکده. هنوزم چرا نکده؟ بالاخره ایجا آقای شفیع یار سوال باز مطرح میشه و او ای است که وقتی که انسان میره بالاخره سراغ مرگ و یک پروسه دیگه ای آغاز میشه که ادیان تونستین که بسیار به صورت واضح خوبش پاسخ بتن برش. این حاله که بعد از مرگ چی اتفاق میفته؟ خب باید یک پاسخ ارائه شوه، یا اگر کسی که به این باورمند است که هیچ چیزی بعد از مرگ اتفاق نمیفته خب هم یک از لحاظ فکر من یک چیز مقاومت است. مسلمان هستین؟ بله من مسلمان هستم. که گفتین که امیر اسلام بسیار خوب پاسخ داده که بعد از مرگ چی میشه. شما میتونین برای ما بگوین که چی میشه بعد از مرگ؟ یک گپه که دقیق بفهمی، نه که بازه تو میشه و تو میشه ناقی، که با دقت برام بگو چی گپ میشه. خب آن چیزی که ما آموختیم از دین خود و این است که انسان زمانی که فوت میکنه وفات میکنه انسان میره در عالم برزخ، با اوجا باز انتظار میکشد تا روزی که قیامت میه. یعنی یک پروسه ای است که واقعا به صورت واضح برش پرداخته شده و یعنی امیر که خودت میگی امیر موثق میفهمی یا مترکایی قبول کردی که دین ما به ما گفته؟ وقتی که انسان ببینین آقای شفیع یا ارزیابی میکنه که ولی آنچه که شما فرمودین که یک خالقی هست که از طریق طبیعت صحبت میکنه، از طریق آفتاب محتاب یا اون چیزی که شما گفتین، این که پروسه بعدی را که تشریح نداده، این که آمده یک دین دیگه این پروسه را تشریح داده، این یک به ما بیشتر کار آسان تر ساخته. این که نسبت به شما یک چیزی که فکر میکنین اگر این که ثابت هم نشده ولی پروسه آسان شده. یعنی چیزی که من فکر میکنم. یعنی شما چی فکر میکنین بعد از مرگ چی اتفاق میفته؟ یعنی پروسه برای خودت از این خاطر آسان شده که در ذهنت قبول کردی که آی نمیگه پا کلش از خدا. در ذهنم نه و آن چیزی که باید ما قبول کنیم بالاخره که یک پروسه ای است. امروزی که ما امروز آمدیم همه چیز به حساب بسیار منظم، دقیق و شفاف در دنیا میبینیم و ای که مرگ اتفاق میفته بسیاری که فکر میکنن که تمام چیز خلاص میشه و تمام میشه، این تو یک چیز نیست. حتما مرحله دیگه وجود داره. بفرمایید آقای شفیع. شما یک سلسله چیزا را قبول کردین، ما یک سلسله چیزا را قبول نکردیم. ما ثبوت نمیتونم برات، اما خودت هم هیچ کدام از اینا ثبوت نمیتونی. ببینید بعضی چیزایی هست که در دنیا ثبوت نشده و ما او را قبول کردیم. اینمی چیزایی که در دنیا تا بالا ثبوت نشده، مثلا نمیدونیم، مثلا وجدان ثبوت نشده، درد ثبوت نشده، یا بعضی چیزای دیگه است که بی خود کلمه عدالت تا بالا ثبوت نشده که در کجا است، چه رقم است. بعضی گپای هست که مثلا غرور، ضمیر، این چیزایی هیچ وقت نمیتونه ثابت شوه ولی هست و با عدم مثلا نبودشان نمیتونیم با دلیل بیاریم که نمیتونه بوده باشه. اما در عین زمان نمیتونیم دلیل بیاریم که هست. یک طرفش قبول کردی که نمیتونیم قبول بکنیم میره، اما طرف دیگه چه قبول کردی که بله میتونیم قبول کنیم هست. خودت ما میگه برای که میزنم که ما به خداوند باور دارم که ثبوت نمیتونم بودنشه و ثبوت نمیتونم نبودنشه، اما خودت قبول کردی که ما میتونم هست.
چرا که عدالت ما نمیتونیم ثبوت کنیم، در حالی که عدالت یک مفهوم است که البته وجدان و ضمیر و هدفم غرور و کلگیش وجود داره. نفس و گپا بود که ما نمیتونیم او را ثابت کنیم. نه، کلگیش وجود داره. خودت وجود داره، ثابت کردن نمیتونیم. خودت مثلا نه جایی را میگیره، درد نه تجربه میشه، نه مکانی را اختیار میکنه و ما نه او را به سر چشم دیده میتونیم. ولی این سه چیزی که نمیتونه درد به خود صفت بگیره، ولی عدم از این نیست که بگوییم نه درد وجود نداره. ما درد دیده نمیتونیم، مکانی را نمیگیره، به سر چشم هم او را دیده نمیتونیم، تماشا کردن نمیتونیم، ولی درد همگی درد داره. درد روحی دارن، درد روانی دارن، انواع امراض مرضا هست. قبول کردین که هست، دیدام نمیتونیم، ثبوتم نمیتونیم. شما خداوند ثبوت میتونین؟ نمیتونین. قبول کردین که هست. اونمو سعی کنه اون خانه سیاه که میریم در زیر از اونمو خداوند خداوند به خانه سیاه قبول نکردیم جناب شفیع یار. خداوند به این میدانم که همه جا هست، همین لحظه بابا است و چیزی را که من دارم امروز شما صحبت میکنم گواه شنواست و خداوند در همه جا حضور داره. ما به این باور من نیستم که تنها در کعبه خدا وجود داره. تمام ما این میگه پر که میزنین یک فریضه اسلامی را رد میکنین و او فریضه حج است. یعنی ضرور نیست که ما از این بعد بریم تا او خانه سیاه دورش بگردیم، در حالی که خداوند میگه کی شرکه که شما در پالیوم یک چیز دیگر را بشانین. و اگر خودت میگی که نه ما او خانه سیاه را هیچ قبول ندارم، نه ما را گفتیم که خانه سیاه را قبول ندارم. حج فریضه رکن پنجم اسلام است و ما او را به عنوان یک جهت قبول است برای ما، نه اینکه او را ما عبادت کنیم یا سنگش یا مثلا حجر الاسود. او به عنوان یک جهت است. گپای دیگه که داره مثلا نمیست که مساله نمیتونیم ما مثلا برادرای دیگه خدا کنیم. یک فریضه حج قبول دارین؟ بله، رکن پنجم اسلام است. امور چرا قبول دارین که بیت الله شریف میرین؟ بیت خانه و خانه مبارک، شما خانه مبارک پروردگار بدون شک. یعنی شما این را قبول دارین. وقتی که قبول دارین باز گفتن نمیتونین که ما به حیث خانه خدا او را قبول ندارم. نه ما نگفتیم که خانه خدا ما را قبول ندارم. من براتون گفتم که خداوند در همه جا وجود داره، در همه جا، در همه مکان، در مثلا در قلب ما، در قلب شما، میجا حاضر گواه شاهد لایف ما خودت امیال صحبت میکنیم هستن. این که اونا مثلا خانه را که ما میگیم خانه پروردگار، اون مرا نیست که مقید شود در اون خانه، در اون جای، در اون مکان. شما فریضه حج و چی رقم قبول دارین؟ فریضه حج ما حج به عنوانی که بریم در مکه مکرمه و رکن فریضه را که پروردگار بالای ما فرض گردانیده او را اجرا کنیم و در ضمنش دید بازدید با دیگه دوستا و مسلمانان مختلف دیگه میان. پروردگار شما را چی گفته اجرایی میکنه؟ خب اینجا حج به این خاطر است که ما بریم به اون رقمی که بیشتر قبلا براتون توضیح دادم، فریضه را که خداوند بالای ما حکم کرده، حکم پروردگار است و ما الهی که نمیتونیم. دوست گرامی چی گفته شما را فرض کرده؟ خب شروط گذاشته شده به کسی که میخواد حج بره، باید که اولی که قصددار نباشه، باید که در جایی که محلی که زندگی میکنه اوجا گرسنه نباشه و در ضمنش بره به ملاقات پروردگار، یعنی ملاقاتی که پروردگاری که ما میتونیم کرده، ملاقاتی که یعنی خانه پروردگار، یعنی یک جای مقدس. شما اگه به سوال ما گوش نکنین ما دیگه همراه شما قطع میکنم. ما شما را پرسان کردم که چی گفته اون خانه را به شما فرض کرده که برین دورش بگردین، بیت الله شریف بگوین و پیشتر خودتان خانه خدا گفتیش، به چی اساس؟ خب گفتم ما براتون دلیلش توضیح دادم که خداوند امیر حتما صلاتی ده که ما باید این کار را اجرا کنیم، به خاطر اینکه ما بتونیم امرایی که مسلمانایی که در دیگر کشورهای دنیا هستند در جدید بازدید داشته باشیم، ملاقات داشته باشیم، اتحاد خوب تشکیل بدیم، اتحاد خوب نکنیم. دوست گرامی اما سوال نقطه‌ای جواب بدین، بسیار توضیح نکنین که وقت نیست. یک شکل اتحادی داره بیشتر از دید من که اتحاد مسلمانان را نشان بده در یک زمان مشخص و مکان مشخص. یعنی شما ایره برای خداوند حدس و قیاس میزنین که شکل از ایره داره؟ کدام شکل؟ اینمی شکل اتحادی. نه ما به شکل به خداوند قیاس ندادیم، ما به مسلمانان، یعنی که میرن در حج، از دید ما یک
نماد اتحاد نشان میدن بر دنیا که ما به این رقم به یک نوعی از کشورهای مختلف دنیا میریم، با هم اتحاد داریم، اخوت داریم، برادری داریم. تشکر میکنم دوست گرامی، شما را به و خدا میسپارم. یک چیز دیگه میخواستم دوستای گرامی، وقتی که ما و شما گپ میزنیم، اگر شما او را بسیار تشریح بتین، ما نمیتونیم سر اون مسئله گپ بزنیم، چرا اینجا وقت نیست. ما سر یک مسئله در اونمون مسئله گپ میزنیم. مثلا من میگم خداوند چی گفته برای شما ایره فرض کرده که برین بیت الله شریف، و بیت الله شریف خانه خداوند. وقتی که تو خانه شفیع عیار میگی خانه ما است، وقتی که خانه خدا میگی و خانه خداست. و خداوند ضرورت نداشت که او را نماد بسازه برای اتحاد مسلمان ها. اتحاد مسلمان ها بدون از وام میتونه باشه، اما مسلمان هایی که اتحاد برشان ضرور بوده در درون مملکت خود اتحاد ندارن. شما اگر سعی کنین که امیال مسلمان ها باعث سنی کت سنی جنگ میکنن، شیعه و سنی بین هم جنگ میکنن، اسماعیلی و شیعه و سنی بین هم جنگ میکنن. در فلسطین جنگ است، در افغانستان جنگ است، در پاکستان جنگ است، در تمام کشورهای اسلامی به اتحادی است، در حالی که در کشورهای اسرائیلی یک یهود 20 میلیون نفر تمام مسلمان ها را در یک گوشه گیر انداخته و کریستیان ها در تمام دنیا با هم متحد هستند، کمک میکنن. از جمله امیال سعی کنین میلیون ها مسلمان از افغانستان در همی کشورهای مسیحیت زندگی میکنن، پناه آوردن، اولادشان مکتب میره، زنشان کار میکنه، مردشان کار میکنه. این حال اینمی اتحاد در کشورهای اسلامی نیست. این چی رقم نماد اتحاد است که خانگاه کسی ها را جور کردن که نماد اتحاد ماست. نماد اتحاد ما در قلب ماست، اما ما در قلب ما او را در دادیم. خودت منعیس یک افغان مسلمان در یک جای دیگه دنیا پناه آوردی، اما در افغانستان گریختی. به هر حال چیزایی است که ما قبول کردیم اما در اصل وجود نداره. بفرمایید. روی خط هستین دوست عزیز؟ درود بر شما درود به شما دوست گرامی. جناب آقای شفیع عیار. یه عرضی داشتم خدمتت. بله بفرمایید. یه غمی ابتدا در صدای شما هست. آیا این از این جهت است که دین را رها کردید یا اینکه منظور دیگه ای وجود دارد؟ یک کم چی در صدای من هست؟ یه غمی محسوس است در صدای شما. این من غم آیا به خاطر این است که خدا را اعلانش کردی، رهاش کردی؟ یک خوشی برای ما وجود داره که از اون نه عرض خدای کردم. ساختگی ما نجات یافتیم، اما سن سال و مریضی ما اردو گردیم فیل کرده. احتمال داره او رقمی نشان بده. بله. در رابطه با حج، این حج شما در گفتی که اینجا خانه خداست. کجای قرآن گفته که اینجا خانه خداست؟ شما که حج میرین و چه بله. مناسبت میرین؟ اونجا میگه که وضع للناس حج البیت وضع للناس. اونجا وضع شده برای کی؟ همه مردم. شما چرا میگی که اونجا خانه خداست؟ ما که میریم حج میگیم بیت الله شریف رفته بودیم. بیت الله شما میگید، ولی بحث این هستش که اونجا برای اتحاد مردم است. هیچ جای قرآن نگفته که اینجا برای خانه اتحاد خداست. مردم شما بسیار داری خوب. میگی. بسیار خوب. برای اتحاد مردم امیال در کجای جهان اسلام اتحاد است؟ در ایران است، در افغانستان است، در پاکستان در است. کشورهای غربی هم نیست؟ مگه در اوکراین هست؟ مگه در اروپا هست؟ الان این همه اختلاف نظر دارن. مگه ببینید دوست گرامی، شما از ایران هستین اما امیال در ایران زندگی نمیتونین. در یک مملکت ما از هستین کجا که میدانیم؟ ما این یک چیز نیست که
شما پرسان کنید از کجا گویی هم آمدید. میکنی، پیشگو هم شدی آقای شفیع عیار. شما دوست گرامی در ایران هستین امیاله؟ این مهم نیست من کجا هستم، به گپ برگردید. شما برای من پیشگویی این کردی که من راستی گپ شما درست است. این گپ مهم نیست که در کجا هستین، اما این مهم است که اگر در مملکت خودتان که کشور اسلامی است و او را میگین که نمونه از اتحاد مردم مسلمان، که شما یا دمو کشور اسلامی خود میتونین آرام زندگی کنین یا نه. اگر نمیتونین معنیش است که اسلام طریق برای اتحاد مردم شاید نباشه. این نظر شماست که در کشورهای ما و شما کشور حکومت اسلامی است، ولی باید ببینیم که از دیدگاه اسلام آیا آنچه که مثلا در ایران است این حکومت اسلامی است یا آنچه که طالب داره انجام میده خوبه. آن خیلی حکومت نتیجه قرآنی پیش است؟ میره. شما باید اثبات کنی ابتدا که آنچه که در کشورهای ما و شما داره میگذره به خاطر این هستش که حکومت قرآنی برپا هست. یک آیه شریفه بیار که گفته باشه که در واقع آنچه که طالب انجام میده، آنچه که خامنه ای انجام میده، همه اینا بر اساس قرآن است. بفرما. شما بگوین یک اساس را که در حکومت ایران وجود داره اما به اساس قرآن نیست، چی چیز هست؟ ابتدا بحثی که من صدها میتونم برای تو بیارم که حکومت ایران یا طالب هیچ کدام بر اساس موازین قرآن الان در واقع حکومت رانی نمی کنن. به نظر من طالبا کاملا به اساس قرآن حرکت میکنن، اما شما که میتونین که صدها مورد بیارین، 3 مورد بیارین که نظر مورد میاریم. یک بفرمایید. مورد اینه که سنگسار در قرآن کریم نیامده. 2 در ایران سنگسار کردن، در طالب سنگسار کرده. کجای قرآن آمده که سنگسار کنید؟ شما ورود کنید به آیات قرآن. سعی کنین. سنگسار یک مسئله بسیار محدود است در این کشورها. در افغانستان هم طالبا روز یک نفر سنگسار نکردن. این مهم نیست جناب آقای شفیع عیار، این مهم نیست. مهم این است که شما ورود کنید به آیات قرآن. چیزایی که عمومیت داره و طالبا به اساس از او حکومت ساختن، اونو طالبا بگوین که اینی به اساس قرآن نیست. شما باید ثابت کنید که قرآن گفته که سنگسار کنید. سعی کنین. طالبا چند نفر سنگسار کردن؟ من نشمردم ولی میدانم که کردن. ما براتون میگم که 4-5 نفر زیادتر ما نشنیدیم که در افغانستان. خب بالاخره انجام شده، حتی اگر یک نفر باشه. اما سعی کنین. این یک مسئله کلی و عمومی نیست. مسئله عمومی و مهمی است که آیا حکومت از اینا. شما از من پرسان کردی که چند تا مورد وجود داره، من گفتم 100 تا. این یک مورد رو نتونستی ثابت کنی. من برای شما دلیل آوردم که سنگسار در قرآن نیست. شما باید مخالفت آن رو برای من توضیح بدی یا اینکه یه دلیل روشن بیاری. برای شما میگم، اما اگر شما توجه بفرمایید، سنگسار یک مسئله عمومی در افغانستان نیست و نه هم در ایران. شاید در کل ایران در 40 سال گذشته یک بیخی زیادش 10 مورد از سنگسار باشه. شمارش کردید شما؟ بله، چرا نه؟ تمام چیزا در اخبار میه. بالاخره حتی عرض کردم یک موردم که باشه باید دلیل قرآنی باشه. شما نمیتونی دلیل قرآنی بیاری. در ایران به اساس سنگسار شویانه یک حکومت ساخته نشده، به اساس شریعت اسلامی هم در افغانستان. شریعت همین است که عرض کردم، قرآن بر اساس شریعت است. شما بر اساس شریعت مشخص کن که در قرآن آمده سنگسار، طالب داره سنگسار میکنه. این است. نمیتونی نه؟ در قرآن یک مورد برای سنگسار وجود نداره، بلکه برعکس یک عمل. سعی کنین. برعکس در قرآن به حیث یک عمل از مردمای فرعون آمده که اونا سنگسار میکردن. آفرین. پس درست است. پس شما تا این حد بینش داری. تبریک میگم به شما. شما هم تبریک میگم که متوجه شدین. اگر کم زیادتر من متوجه بودم. پس شما الان نمیتونی مخالفت با قرآن داشته باشی. چرا؟ یک مورد از آیات قرآن رو نمیتوانی نقد کنی. چرا نمیتونم باشه؟ نه
قرآن در پیشم براتان همه تو میکشم میخونم باز و کنید. نقدام میکنم. تصویر را نشان بدید به مردم تا ببینن، خاک به چش مردم نپاشید لطفا. سعی کنین اینی قرآن است. اینه اما اگر کدام آیت میگی بخوان میخونم، اگر نه همه تو میکشم و برای خودت اینه اینجا میخونم. شما مأخذ میخوای بیاری برای من برای شما دلیل نمیارم. سوره یاسین. قسم به قرآن حکیم که تو از پیغمبرانی و در راه راست هستی. خداوند شما قسم میخوره به پیغمبر خود. اونجا کجا قسم اومده؟ کلمه قسم زبان عربی است. در قرآن میگه لا اقسم به هذا البلد، من قسم به این بلد یعنی این سرزمین مکه نمیخورم. اونجا کجا کلمه قسم آمده؟ چرا به خاک بر چش مردم میزنی؟ او واو تاکید از نظر قاعده عربی. دوست گرامی، اینمی قرآن یک آدم با سواده که در فارسی از و شما عربی پرسان می‌خونه. کردم اونجا کلمه قسم کلمه عربی است. کجا کلمه قسم آمده؟ آیه را نشان بدید تا مردم متوجه بشن که شما چقدر حیله میکنید. سایکو دوست گرامی، این پیچش هایی که خودت اینجا انجام میتی، این ببخشید وقت زانو زدن در مقابل قرآن است آقای شفیعیار. دوست زانو گرامی. بزنید تا زانو دیر نشده پشیمان بشید و زانو دوست بزنید. گرامی. نمیتوانید در مقابل قرآن بیستی. سایکو من این میره که میخوانم، تو برای ما بگو که اگری اشتباه کده این نفر در ترجمهش خودت بگو. او را اعلانش کن. او را اعلانش کن. نه از شما سوال منطقی پرسان شد. نه منطقی را بان. تا حال میگفتی که از روی قرآن بگو. حالا که از روی از روی قرآن قرآن عربیش مقصد است. از کردم سایکو. عربیش را بخوان. حالا تو عربی میفهمی؟ انا اتکلم به لغت العربی ما فی مشکل تکلم. این حال گوش کن. ما با فارسی برات میگم سوره یاسین چپتر 36 آیت دوم. من حفظ هستم آیه رو، ولی شما که خاک به چش مردم میزنی. اینجا کلمه قسم عربی است. او رو نشان بده که کلمه قسم آمده. میخواین قطع کنمتان؟ چاره ای ندارید، برای فرار باید این کارو بکنید. این فرار 1400 ساله شما از دلیل و منطق اینمی هست که شما در چیزای ضمنی میپیچین. سعی کن ما اگر برات میخوانم، اگر غلط میخوانم تو بگو که نه اصلش اینه تره. حالا سعی کن سوره یاسین چپتر 36 آیت دوم. قسم به قرآن حکیم که تو از پیغمبرانی. الله قسم میخوره به پیغمبر. شما میدونی که اجازه بده انواع قواعد عرب انواع واو داریم. اینجا این واو تاکید است. در ترجمه چاره ای نداشته که بگه قسم، ولی واو تاکید است. کلمه قسم در قرآن آمده، بارها گفته ای پیغمبر بگو لا اقسم به هذا البلد، بگو قسم نمیخورم. کلمه قسم در زبان عربی و در قرآن موجوده. پس شما الان داری فرار میکنی از این که بگی اشتباه کردم. از بیعقلی شما فرار میکنم، چون واقعا با بیعقلی شما جز فرار راه وجود نداره. شما اگر واقعا مرد هستی یه برنامه شما را مسپارم به خداوند که از امو عقل که داده او را منطق هم دهش بگذاره. چون اینم از روی قرآن گفتی، از روی قرآن برات خواندم. تو میتونی بگویی که نه اینی را غلط ترجمه کردن، اصلش اینه تره، با سرمو گپ میزنیم. اما ای که گفته بودی که نه قسم دهی نیست، نه عربی تو است، نه عربی، اون معنا نداره. در اینمی قرآن آیت است که ما ارایینه این کتاب آسان به زبان تو پیغمبر ایره گفتیم تا تو بخوانی و بفهمی. اما همون خدا به پیغمبر خود قسم میخوره و قرآن و پیغمبر و لاین تو راستیستی. این چی بانا؟ خب برام دوستا از بفرمایید. روی حدثین دوست گرامی. بله صدای من میاد برای شما؟ بله بسیار خوب بفرمایید.
درود خدمت شما ایار بزرگوار، شکر که جور و صحتمند هستی. شاعر گفته که از پدر پرسید روز یک پسر، از پدر پرسید روز یک پسر، بهترین دین ها کدام است ای پدر؟ گفت من با دین ندارم هیچ کار، پیش من دین ها ندارد اعتبار. چون که آوردیم از دین جدید، اختلاف بیشتر آمد پدید. کینه ها و دشمنی بسیار شد، جنگ های مذهبی تکرار شد. خون مردم ریخت بر روی زمین، بارها 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 با نام دین. ایار صاحب بزرگوار، ما یک ویدیو را دیدم در کشور ما، یک بانوی بسیار نازنین در یک رستوران مدت 3 سالی کار کرده از وقتی که طالبان آمده. بله. و اینا را کدام کسی اطلاع داده دیگه لباسای بچه ها را، پسرها را پوشیده همیشه رفته کار کرده، بچگانه را. وقتی که کس راپور داده طالبان رفتن این را دستگیر کردن، گفتم چرا اینجا کار میکنی؟ گفته که من در خانه 5 طفل هستیم، هیچ کس نیست، پدرم شهید شده یا فوت کرده. گفت من دیگه چاره ندارم، دیگه بیادرم ندارم، من مجبور شدم کار کنم. امروز اونا را بردن دستگیر کردن، ازشان تحقیقات میکنن. امروز معلوم نیست که چی کار میکنن در حقش و چی کار کردن. گپ سر این موضوع است که از وقتی طالبان آمدن مکاتب برای خانما بسته کردن، خانما اجازه کار کردن رو ندارن، از دفترها منفکشان کردن و چی میکنن که ما سرک جور میکنیم. خانه های مردم چپه کردن در شهر کابل که مردم 90% امروز نان صبح چاشت خود ندارن. بجای از این که برن فابریکه جنگلک جور کنن که یک چند نفر بره کار کنه، بجای از این که برن فابریکه نساجی سمت شمال گلبار جور کنن، بجای از این که فابریکه سمنت جور کنن، اینا چی میکنن؟ خانه های مردم چپه کردن، میگن که ما سرک میسازیم اما مردم کار ندارن، نان ندارن. واقعیت که بسیار آدم رنج میبره این ویدیوها رو میبینه. دیدگاه شما در این مورد چیز؟ بسیار زیاد تشکر میکنم دوست گرامی. گفته دوست ایرانی ما، شما باید به اساس قرآن ثبوت کنین که اینا کار میکنن. اما آیا ما میتونیم این کار کنیم؟ نه. ما میبینیم که شریعت و نام شریعت چی صورت میگیره و آیا خطوط قرآن و حدیث و بخصوص پیغمبر در زمان حیات خود 4 یار کبار و غیره مرتکب از این کار شدن؟ بله. شما اگر سعی کنین، پیغمبر حتی مساجد چپه میکرد و در قرآن آمده که مساجد را که منافقین جور میکنن اونا را ما چپه میکنیم. یعنی برای هر کار زشت خود یک دلیل داشتن، یعنی بی دلیلش نبودن، حتمی یک دلیلک داشتن. همین دوست ایرانی ما که جا آمده بود، اینا را مگه بگیرین برای هر کدامش یک دلیل میبافن. اما گپ در سر اصلی است که در جوامع اسلامی بخصوص کشور ایران، افغانستان، پاکستان، شما سعی کنین که همیال در پاکستان چقدر جنگه بین مردم پاکستان. هفته پیش برنامه ما در سر لیبریشن آرمی آف بلوچستان بود که در یک روز تقریبا 500 نفر کشته و زخمی در اوجه به وجود آمده بود. پشتونا در جنگ است، پنجابی ها در پاکستان در جنگ است. مملکت ما به اثر زیادخواهی های از اینا تکه تکه شد و اینا آمدن که بیا از روی قرآن ثبوت کن. از روی قرآن اگر اینمی قرآن برش گرفتم خواندم، دو دیگه دلیل نداشت جز گریز و یاوه‌گویی. ما مملکت های خود میبینیم که چقدر ویران شده به اساس اینمی خواسته های اسلامی. ولی به هر حال گپ شما یک
تشریح خوب از امی جنایتکاری در افغانستان بود. روی خط هستین دوست عزیز. سلام علیکم آقای عیار، خوب هستین؟ حتما خدا کنه باشین. سلامت باشین، بفرمایید. تشکر. من ویدیو شما را از سابق میدیدم و دیگه آخرا ویدیویتان دیگه باید بگویم که قدر فالو نمیکنم از خاطر که در لایف هایتون اکثر که میمونین مثال درباره یک چیز موضوعی تان میمونین که آدم ببینه، خصوصا در حساب اوکراین یا جنگ های پاکستان یا هر چیزی که هست، باز یگانه گپتان که هست سر اسلام و دین است. اگر مثال میخواین درباره از گپ بزنین میتونین عنوان تبانین که اون بیننده ها بفهمند تا نمیشه که مثال ببخشین شما 2 دقیقه 3 دقیقه درباره همون موضوع گپ بزنین و بیننده هایتان جلب کنین و 2 ساعت دیگه درباره محمدی رقم کرد، محمد رقم کرد. اجازه میتین که جواب به این مسئله؟ جان؟ اجازه میتین که برای شما یک جواب ارائه کنم در این مسئله؟ بفرمایید. دوست گرامی، این برنامه ما یک برنامه آزاده. وقتی که شما زنگ میزنین شما هستین که تصمیم میگیرین که در چی مورد سوال میکنین و یا تبصره میکنین. من نیستم و برنامه ما آزاده. من عنوان میمانم برای شما یک ایدیا میتونم که یعنی ما علاقمندی میست که امروز ما و شما در سر این مسئله گپ بزنیم. اما خودت میایی سوال اسلامی میکنی، مندار ما با همون میپردازیم یا تبصره اسلامی میکنی. این حال من خودت گفتن نمیتونم مثل کمیل نمیگم که چرا این گپ زدی. کاملا آزاد هستی که چی میگی، سر چی تبصره میکنی یا سوال جواب میکنی. بنابراین در اون مسئله شما مرا نمیتونین که مورد انتقاد قرار بدین. برنامه ما کاملا باز است. اگر خودت نمیاله در مورد مثلا شکم گپ میزنی میتونی گپ بزنی. خب جوابتون قناعت کننده است، یعنی مرا به فیصدی قناعت دادین. و سوال ما به امروز که گفتین که در مورد آدم میتونه انتخاب کنه درباره فایل های اپستین شما چی گفتنی دارین که گپش برآمد امرای ترامپ و دیگه شما که مثال میگین که محمد 9 ساله را برد و رقم کرد و عرصی کرد و غیره درباره گپایی که ثبوتایی که برآمده فعلا شما چی گفتنی دارین که مثال کسای یهود است یا عیسوی است در مورد چطور یک رقم شما چه پسین؟ ما تبصره ما معمولا در مورد افغانستان است. در افغانستان امروز چیزی که حکومت میکنه عقیده اسلامی است. بنابراین ما مشکل ما با او است. اما ای که در امریکا، در اروپا، در تمام جهان انسان‌های پست و رذیل زندگی میکنن که اولادای خورده تینیجر جوان‌ها را سوء استفاده میکنن. در یه شک نیست. آیا قابل سرزنش و نکوهش است؟ بله. اما او به نام دین صورت نمیگیره، به نام خدا صورت نمیگیره. کلگی از او تقلید نمیکنن که والا خیلی که نمی دین ما تو گفته. اگر مثلا این نفرای کار میکردن که حالا در امریکا مردم میخیست که چرا نه خدای ما گفته عیسی را که برای نبرو دخترک های 14 ساله و 12 ساله را بگی. باز در او ما میتونستیم تبصره کنیم به خاطر که او جامعه را آلوده میسازه. اما انسان های پست و رذیل در تمام دنیا وجود داره و شمول افغانستان. اگر شما در افغانستان میرین یک دختره که 6 ساله را عروسی میکنین یا 8 یا 9 و میگین که خدا برای ما ایره فرض ساخته یا برای ما اجازه است این کار به خاطر که پیغمبر ما نکرده. با ظهور ما منعیس یک قانون آسمانی باید نکوهش کنیم و بگوییم که هیچ امکان نداره این دروغه. در غیر از او کل جامعه در او عام میشه. به این خاطر برای ما مهم نیست که اپستین چی کرده. مهم است که نکوهش کنیم. آیا ما نکوهش میکنیم که اولادک های 16 ساله را دخترک ها را از اوکراین، از روسیه و از ایران و از افغانستان و پاکستان اینا می آوردن در اینجا و میفروختنشانه؟ کاملا غلطه. اما از تمام جای دنیا که
در خود امریکایی زیادتر نکوهش میشه. اگر ایره مردم امریکا میخواستن که بگوین که نه جیزس کرایست هم این کار کرده، جیزس کرایست که کده ما میکنیم او الگوی ما بود، باز اونو قابل نکوهش شدیدتر می بود. اما ما در افغانستان که میکنیم میگیم رسول الله را خداوند گفته بود کی کار بکن. بناهن عایشه را که 6 ساله را که نکاح کرد او دستور خداوند بود. اونوجه یک موقف کاملا بلندتر پیدا میکنه، چرا که جامعه قبول میکنه او را. اما در اینجا جامعه قبول نکرده. امروز جامعه امریکا با مراتب قویتر از جامعه افغانستان و پاکستان این مسئله را نکوهش میکنه. حتی رئیس جمهور میتونه ریاست جمهوری خود به این خاطر از دست بده. از این خاطر بسیار یک چیز ضرور نیست که ما هم بخیزم میره نکوهش کنیم. خب خیر است، خوب است که اگان یعنی همی پاچا و رئیس جمهور اسلامی نکده بود، اگر نه اولین نفر شاید شما می بودین که میامدین اونو که اگر اینمی در افغانستان میشد ایران ما بسیار زیادتر نکوهش میکنیم. گپ شما درسته، به خاطر که او از دستور خداوند منشا میگرفت. حالا عایشه که ما چی میگیم؟ نه خو خداوند گفته بوده، نه خو باز 9 ساله بوده، نه وقتی که یک اولاد به سن بلوغ میرسه یعنی بلوغ پیریدش گرفتیم. از او خاطر اگر راستی این گپ شما کاملا درست است که اگر می در یک جامعه اسلامی میشد ما ایره بسیار نکوهش میکنیم، به خاطر که و دستور خداوند انجام میگیره. خب در اول تستمنت هم درباره ربیکا آمده که مثال 3 ساله بود وقتی که کتی ایزک عروسی کدک نمیفهمون اول چند ساله بودک. خب در اون مورد هم نمیفهم شما یعنی در او هیچ نظر ندارم. خوب است که نظر ندارین. تشکر، زنده باشین. خداحافظ. سلامت. دوستان عزیزی، بارها مطرح شده که چرا سر عیسوی ها گپ نمیزنیم، چرا سر موسوی ها. عیسوی مرا اینجا جای داده در امریکا که صدها هزار افغانه که از امو مملکت اسلامی گریختیم. اولادای ما مکتب میره، نان میته، او میته، تداوی، کل چیزا در اینجا موجوده. مقبول باشم که بخیزم اینا را نکوهش کنم. در اون صورت حداقل ما در مملکت خود باید جای داشته باشم. ما مملکت خود زندگی نمیتونم. شما بخاطر هستین دوست گرامی؟ درود مهر استاد شفیع عیار عزیز در جگرک جانم صحتمند باشه، عافیت باشه. شفیع جان عیار، من خودم یک خدا باور هستم، خودم هم لایف میگذارم درباره از این تاپیکا. من تعجب میکنم کور خود بینای مردم است، مردم ما افغانستان. کور خود بینای مردم. این اتفاق دین رئیس جمهورها اینجا افتاد، هیچ وقتی فکر پیش خود مغز کلا ندارن که در افغانستان ما دخترای خرد 6 ساله و 5 ساله ما را میگیرن در مردای پیر میتن. هیچ سن پیش از یا ارزش سن نداره، میار نداره در حساب اسلامی. فقط میگه که طفل دختر که در بلوغ اورام در حساب پریود میگن که وقتی که چی شد بعد از برازیا ایر از دوا چه اصلا دایی میان میگن که این کار کرد. خود این کشورها کس باز در مقابلش میخیزن. کدامتان خیستین در مقابل اینمی مردمی که نمیال ظلم در افغانستان سر مردم کده، مکتبا بسته کده، کدامتان آمدین خیستین در مقابل از یاستاد شدین؟ نی، نه ملاید میخیزه، نه مرد افغانستان میخیزه که بخیزه در مقابل از یاستاد شوه. امی برنامه که ما شما میگیریم، خود شفیع جان میگیره یا دیگه دوستای آزاداندهش میگیره، این خو ما خو روشن ما یارا برشان میخوانیم یا تشریح میکنیم که این چیزا وجود داره. وقتی که یا خودشان میگن که ما دین ما این رقم از دین ما صلح است، وقتی که برشان آیه را میخوانی میگه تو توهین میکنی برای ما. چی توهین کردیم؟ امیال الله آمده قسم خورده به دم بس باور انسان میشه، به تل زیتون، به زیتون قسم خورده. قرآن آمده توهین کرده که گفته یک سوره دیگه است که توهین کرده حرامزاده گفته. چرا؟ آیا باور یک انسان میشه که یک انسان باز میگن که خدایی که زمین زمان کائنات است کرده،
آیا این میای توهین میکنه در این چیزا، رابطه جنس خانوادگی، برده گرفتن همی کارا را میکنه؟ میای یعنی نمیره چالش میتن بله ها. که دخترها را وقتی که او دوست زندگی بگور میکرد در قبیله عرب میکرد. بفرم پوزش. دوست عزیز، یک تفاوت بسیار کلان که در بین کریستیانیتی و اسلام است و در بین جودیزم و اسلام است. بخصوص در کریستیانیتی یا نصرانیت که در ایش مردمایی که آزاداندیش هستند، واقعیت اندیش هستند، در ایش با میلیون ها تاست اینا جرأت دارن انتقاد میکنن، گپ میزنن و تغییر میارن. در ممالک ما چوتی میکنیم، گپا را دروغ بافی میکنیم و برای محمد 1400 سال است که ما دروغ میبافیم. نه خب باز محمد نکرده، نه او را خداورش گفته بود که زن زید چپکو او بدر زن عروسی شده یک آدم، زن نکاحی یک آدم محمد در خانه درو میشه اشتیایش میه و چطور چپه میکنه. باز در قرآن آیت میه که ارای نه محمد تو عاشق بودی، تو اما پت میکردی، از مردم میترسیدی در حالی که باید از من میترسیدی. ما برات دستور دادم که این کار بکن تا که مؤمنین بفهمن که زن بچه خوانده حلاله. چرا زن بچه خوانده حلال باشه؟ دیگه هیچ زن وجود نداره که برای ما زن بچه خوانده حلال میسازی و هم زن نکاحیشه. این ما برای اونمو دروغ، برای اونمو کار زشت 1400 سال است که دلیل بافتیم و اینمی شیوه ما مسلمان هست که در قسمت خدا و رسول اگر شما یک مسلمان بگوین که در قرآن یک اشتباه میبینید خواندی قرآن نه ندیده کور مادرزاد اما بتش کتاب عیسویا را موسویا را دمی چند غلطی میبینی، کلش غلطی میبینه در وجود دفتن اونمو کور جور میشه. برحال سلامت باشین دوست گرامی. برای 10 دقیقه دیگه همراه شما هستم. بله سلام علیکم. روی خط هستین دوست گرامی، سلام باشه. اول ادای سلام برای شما و برای دوستا و ضمن از امید صحت و سلامتی برای شخص شما و برای هر انسان دیگه که است، هر زنده جان دیگه که است آرزویم است. فقط یک خواهش صمیمانه دارم، احتمالاً به سن خودت برابر باشیم یا کوچکتر باشم از شما، در حضور شما صحبت کردن هم شاید مناسب هم نباشه. در مسائل عقیدتی تان من هیچ کار ندارم، هر کس میدانه عقیدش میدانه. مؤمنه است یک برادر کوچک اگر ازت خواهش کنم که به مقدسات کسی توهین نکنی، شاید یک روز همین چیز همین خواهش نکن دوست گرامی. ما دمق سالهایی که در افغانستان زندگی کردیم و ادبیات خواندیم و اشعار خواندیم، اینا ما کاملا یاد داریم که به چی توهین نکنیم. مقدسات چیزی که برای تو مقدسه معنیش نیست که او مقدسه. و ما توهین که میگی، این توهین چی معنا؟ یعنی خودت میگی که ما نکوهش نکنیم، عروسی کردن محمد با دختر 9 ساله این با تو توهین میشه و مقدسات توهین میشه. یکی زن زید محمد میگیره تیزی که از چپا میکنه و او را برای خود میگیره و در قرآن هم آیت میاره که ارائین ما این کار گفتیم بکو به خاطر که مؤمنین بفهمن که زن بچه خوانده حلاله. این مقدسات توست. اگر این مقدسات توست با ما هیچ توصیه نکن، هیچ وقت بنا نمیکنیم. تشکر. آقای عیار، تنها مسئله مقدسات نیست، همه چیز. امروز وقتی که شما در یک جامعه که رقم امریکا ور است میگن مدعیت یک جامعه هستم که بر ما اینطور امکانات داده، اینقدر چیزا داده، شما به حساب بگیم برای همه چیزاش احترام میگذارین. شاید هم دیگران برای راه روشی که دارن
احترام داشته باشن. به این ترتیب شما فکر بکنین که 1.8 بیلیون انسان پیرو یک دین، یک مکتب، یک شخص است و خودت برادر توهین میکنی، این دقیقا توهین است. یک لحظه معذرت میخوایم، یک لحظه آقای عیار، یک لحظه شما با ما بگوین یک لحظه من اجازه بتین، یک لحظه. و ای که شما ایره توهین فکر نمیکنین، فکر میکنین که کار خوب میکنین، به این ترتیب کار خودتان است. من به نظرتان احترام دارم، با تمام تفاوت‌های فکری که داریم من احترام میکنم. امیدوار هستم که انشالله یک روز شما بتونین که همین چیز دوباره فکر بکنین، اگر براتون مناسب بود تعقیبش بکنین، اگر نبودم تشکر دیگه مرا فرصت دادین. ما آمدم، من از اینکه درک و دانش من تا او سرحد نیست که شما به حساب بگویم معلومات دارین یا دوستای دیگه دارن. من نمیخوایم که صحبت‌های من خدا نخواسته ملال خاطر شما باشه یا کسای دیگه باشه. وقت خوب براتون میخوایم، صحت و عافیت. تشکر دوست گرامی، لطف کردین که صادقانه گپتان زدین، اما ما چیزی را که شما برای خود به احترامی میبینین اون را به احترامی نمیبینیم. ما کتاب داریم در دست خود، نه قرآن، از روی قرآن ما میخوانیم. اگر خود تو را توهین میبینی میتونی، اما ما از روی قرآن میخوانیم که محمد گفته که کفار بکش کلکشان قطع کو. ما اینو میره توهین با بشریت میدانم که ما به اولاد خدا می کتاب بتم بویم بچه منو بخوان. خداوند گفته، این الله گفته که کفار بکش برای تو فرض است. نه ما میره خفاق در روی بشریت میبینم. امی که من زن کفار بگیرم برای خود کنیز بسازم، اینمی یک خفاق در روی بشریت هست. من اونمو کار نمیکنم. شما اونمو را امر الله میدانین و او را یک فریضه از فرایض پنجگانه اسلام میدانه. از اینکه در توهین بزرگ وجود نداره. روی خط هستیم دوست گرامی، شما روی خط هستیم. درود و مهر آقای شفیع عیار. درود به شما دوست گرامی، بفرمایید. بسیار زیاد خوش هستم که با شما هم کلام هستم. فکر کنم ما و شما در زمان پلتاک هم کلام بودیم. از او بعد ما و شما فکر کنم بسیار تغییر کردیم، بسیار ما تغییر کردیم، حقایق واقعا فهمیدیم. ما برنامه شما را از بعضی دوستان شنیدیم. شما راهی را که گرفتین راه ما و شما یکیست. فرق در است که شما خوشبخت هستین، به اصطلاح کامیاب هستین نسبت به ما، چون شما به زبان پارسی، زبانی که مردم ما را روشن میسازین، در پهلوی شما دوستا و برادرها و به اصطلاح خواهرای آریایی ما، ایرانی ما هست. اونها بسیار زیاد کار کردن، شما زیاد کار کردین، کار بسیار زیاد روان دریا است. متاسفانه کاری که ما میکنیم که به زبان پشتو میخواهیم که مردم خود روشن بسازیم، کار ما بسیار مشکل است. کار ما آنقدر مشکل است که در این 5 سال ما 3 بار قرآن و حدیث تحقیق کردم در راستای حاکمیت، که آخر همین قرآن و حدیث که اساس شریعت اسلامی است، این کدام وزارتخانه، در کدام ریاست، در کدام فابریکه، در کدام شرکت، در کدام پانتون دانشگاه و لابراتوار و در کدام کوچه و بازار به درد ما میخوره. زمانی که من تحقیق کردم به زبان پشتو یک اصطلاح را یافتم که قرآن و حدیث برای جامعه ما زمانی که تطبیق کنین مثل مرض سرطان، توبرکولوز، تریاک، مرض ایدز و هیروئین است. و من او را گفتم که اسکامپان پسات است. من از شما یک خواهش دارم، دو خواهش دارم، ببخشید، 2 خواهش دارم. اگر شما در این برنامه‌تون یک پروگرام جور کنین که ما می برادرای پشتون شما را که انتحار میکنه در تم کشته میشیم، هم کشته میشیم، با زبان پشتو برنامه بگیرین، برای ما هم یک برنامه بگیرین که ما همیشه بیایم همون تحقیقات را که در راستای همین 5 سال 3 بار که ما کردیم، اونم تحقیقات به همکاری شما برای می قرا و قصبات پشتون ها برسانیم، در پهلوی تاجک و ازبک و هزاره همی پشتونا که از همه زیاد مردم ما زیر اینمیز کمپان پسات قرآن بدبخت شدن، حتی به انتحاری تیار شدن. امروز هم جامعه را ببینید
اکثریت تباهی را از امی بطن جامعه ما امی ملاها و به توسط اینمی قرآن و حدیث با میان آورده، قربانی شما هستیم، ما هم هستیم. با ما همکاری را بکنید که به زبان پشتو، ما خودم کار دارم، برنامه دارم در تیک تاک، با دوستای دیگه دارم، منتها به سوی بسیار پایین است. بر ما که بسیار نفر بشینه، 50 نفر، 100 نفر، 200 زیاد نمیشینه و ما بسیار آهسته آهسته روان هستم. اگر با ما همکاری کنین، ما از کاوش گرامی هم خواهش کردم، اونا وعده دادن لیکن با ما همکاری کردن نتونستن. خواهش دیگه ما است که همین مسئله زید و زینب و محمد، اگر یک کار درست، کار خوب میکنین، یک کار دیگه هم بکنین، همین رفرنس پیش مردم بگذارین که آیت 36 و 37 سوره احزاب اینی داستان شده و برادر، برین تفاسیر بخوانین. ما دروغ نمیگیم. اینال اینمی عملی را که قرآن کرده محمد، ببخشید عملی را که محمد کرده و در قرآن اینجا آمده، اینمی را امروز در کجا شما تطبیق میکنین؟ بیاین برای ما جای تطبیقش نشان بدین و خیرش نشان بدین. همین مردم بفهمن که او برادر، همین عملی که محمد کرده، زینب به زور به زید نکاح کرده، آیت 36 یک جرم است. بعد از این که این خوشش آمده، خانهش رفته، او را لچی دیده، این دیگه جرم است. بعد از او بر از او گفته که تو حاجت پوره کو، فلما قضا زیدا منها و ترن، میگه زمانی که زید از او حاجت خود پوره کرد و این را تراند، طلاق نداده ای را، زوجنا که حال کی. حالا بر از این میگه ما این را بر تو نکاح زن ساختیم، نکاح هم نمیکنه، ایجاب قبول هم نمیشه، مهرم تعیین نمیشه، شاهد هم موجود نیست. و زینب بر محمد به اساس خود احکام محمد، به اساس شریعت اسلام، نفس خودم برش نمیتویره، برش میبره و برای امرایشی کار میکنه. آیا همین کاری که محمد کرده امروز قابل اجرا است یا نه؟ ما به این خاطر میگیم که این آیت ها را پیش مردم کسی مخالفت میکنه بگو این توهین است که من کردم، یا امیرم از تو پرسان میکنه او مسلمان گرامی، امیر کجا تطبیق میکنی؟ بیا امیر قانون درست بساز در تمام بشریت، بر من یک زن نشان بده که او با اینمی عملی که محمد کرده رضایت نشان بده و بگویی که عمل خوب است، من تیار هستم، من از اینجا تا مکه خط بینی کش میکنم، از سر مسلمان میشم. در غیر از قبول کنین که قرآن کلش از اینمی کمپان پسات پر است و این کمپان پسات به زور سر ما قبولاندن. امروز که ما بالا میشیم، استاده میشیم، میگیم که اینمی آیت های قرآن شما در کجا تطبیق میکنین؟ اینمی تو خواهش ما داشتم، موفق و پیروز باشین. اگر بر ما وقت دیگه میتین یا صحبت دارین، من شنوا هستم، چون برنامه‌شون بسیار ناوقت آمدیم، یک دوست بر ما روان کرد. خوشبختانه که شما برای ما وقت دادین. من نمیفهم چرا وقت دادین، واقعیت بگین که چی فکر کردین؟ مرا طالب فکر کردین که تیزی لنگی؟ چی فکر کردین که مرا بالا آوردین؟ فکر کردین که یک خوب بحث جنجالی خواهد داشتین، یا فکر کردین که همین آدم چطور خواهد بود؟ و همین نظریات ما بود. تشکر، ما گوش هستم. شما را که میاریم و یه اساس نمیاریم که مخالف هستین یا موافق. همونجا نفرهای ما یک نفر خوش میکنه و هیچ کدام چی دلیل نیست که از خاطر چی همون خوش میکنه، ایلاش میده که بیای نفرها زیاد هست، یکی بالا میرن و اگر دو طالب هم باشین شما را بالا میریم، اگر مخالف طالب هم باشین میریم. هیچ پرفرنس وجود نداره. دیگه ای که دوست گرامی، ما از خدا میخواییم که هموطنهای پشتون ما در این مبارزه یک نقش اساسی و فعال بگیرن، چون تمام مردم ما، تنها پشتونان تاجک، ازبک، هزاره، کلگی ما را بازی دادن و در بین کلگی ما این رقم انسان ها بسیار زیاد وجود داره، اما در بین پشتونای ما یک گفته یک مردم امریکا یک ناچ زیادتر وجود داره و هم امروز اکثریت انتحاری ها را پشتونای ما میکنه. بنان اگر ما کدام رقم بتانم که در این مسئله کمک کنم میکنم، اما امیالیم که شما گپ میزنیم ما در چرت بودم که چی کدام میتانم که شما منایس یک پشتون در اینجا زیادتر بتانین که جای پیدا کنین. یعنی ما دمی جریان که چرت زدم کدام راه در کلیم نگشت که ما اینی کار میکنم یا اینی کار نمیکنم، اما ما در فکر خود میگیرم و شما دمی نمره که زنگ زدین دمی جا برای ما یک پیغام نمره تانه بانه نامتانه که اگر ما یک کدام راه پیدا کردم
با شما در میان بگذارم. موفقیت هرچی بیشتر از شما برای شما میخوایم. تشکر بسیار زیاد دوست گرامی و گران قدر. ما فکر کنم ما شما در پالتاک یکی دیگر میشناختیم. نام همین نام است، همایون پشتون وردگ. و ما آدم پت نیستم، آدم آشکارا هستم. ما قبلا کارهایی که در افغانستان کردیم، در سیاست کار کردیم، در پانتونا درس دادیم، مرا مردم میشناسه. ولی در 5 سال اخیر دمی راستا که ما مبارزه کردیم، شما میتونین در پالتاک، در تیک تاک ما امی ویدیوهای مرا ببینین که ما با اینمی عکسی که در اینجا است، با لنگی و واسکت سرخ و به زبان اکثریت به زبان پشتو برای مردم خود روشنگری میکنم و ما میخوایم که مردم خود به خصوص پشتونها را روشن بسازم. روشنگری ما از دیگرها یک فرق داره و ایست که ما قرآن و حدیث در راستای در بعد حاکمیت، قانونسازی، دولت مداری در اینجا تحت تحقیق قرار دادیم و اونمو تحقیقات خود پیش مردم خود میگذارم و اینمی ملاها را، مسلمانها را، پشتونای خود، برادرها، خواهرای خود، قوم خود، اینها را، اینمی آیت ها را برشان روشن میسازم که اینمی ها اساس تباهی و بدبختی ماست. که اینا را ما میگم سکمپان پساد، یعنی در پشتو یه حرف پشتوست، یعنی سیاسی، کلتوری، مذهبی، پلید، ایدز، ناروغی، پودر، هیروئین، سرطان، توبرکلوز و تریاک. اکثر مردم با ما این مخالفت میکنه، میگه تو توهین میکنی، چرا سکمپان پساد میگی؟ ما برای اینا بسیار ساده میگیم که برادر، این قرآن شما اگر میگین که سکمپان پساد نیست، مهربانی کنین این میره برای ما روشن بسازین که چی است. ما اگر اجازه تان باشه همین کامره خودم روشن کنم، در جای رسیدم که میتونم که کامره هم داشته باشم. اینی هستم آقای شفیع عیار گرامی. بسیار ما میخوایم که این تحقیقات اگر شما ماه یک روزم برای ما وقت بدین شما، چون پیش شما بسیار مردم میآیه، شما بسیار بیننده دارین که امیره شما برنامه تو بسازین که در پنل ما با شما همکاری کنم. کسی که به پشتو میآیه او را به پشتو ما این آیت ها را یک آیت پیشان بگذاریم. مثلا ما امروز 3 ماه هست، ببخشین 3 ماه مکمل است که آیت 33 سورت نور پیش مردم میگذارم. یو آیت شما شاید دیده باشین که میگه ولا تکرهوا فتایاتکم علی البغاء این اردنا تحسنا، شرطی است لتبتغوا عرض حیات الدنیا. میگه شما به خاطر به دست آوردن پول و متاع دنیا همی کنیزکای جوانتانه به عمل جنسی مجبور نسازین، به شرط ازی که اونا پاکدامنی بخواهند. در پهلوی ازی من آیات دیگه میارم میگم که این 2 آیت با هم آیت های شرطی است. همون که میگه ولا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، شما به نماز نزدیک نشوین زمانی که شما نشستین. اینال زمانی که شما نشن نیستین به صلات نزدیک شوین. اینجا که زمانی که اینمی دخترک تحسن نمیخواه، برین سرش همی کار بکنین. این است بالایش پول به دست بیارین، برای مردم میره بخوانین که اینا عمل جنسی خود شهوات سرش پوره کنه. سرکنیزکایتان و داستان اساسی از این راجی و مدوم مسلمان است، معاذ و مسیکه، که اینا به رسول الله شکایت کردن که ما مسلمان هستیم، تو پیغمبر اسلام سر ما ننگ کو، غیرت کو سر ما را از این بلا نجات بده، ما را میزنه میکوبه و بالای ما عمل جنسی میکنه، پول به دست میاره. این آیت آمد. ننگ محمد علی ببین، ننگ علی را ببینین چی میگه؟ و من یکرهن، اگر یک کسی اینا را مجبور میسازه که سر از اینا پول به دست بیاره از راه شهوت پرانی، یعنی به اصطلاح عمل جنسی، فإن الله علاکس من بعد اکراههن، بعد از مجبور ساختن از اینها و پول به دست آوردن و عمل جنسی انجام دادن، غفور و رحیم. علا به عوض ازی که معاذ و مسیح مسلمان نجات بده، چشم روشنی میته برای امو کسی که معذرت میخوایم، بسیار معذرت میخوایم، سر از اینا همی عمل رسوبگری میکنه یا به اصطلاح مردگری میکنه، بڑوتو میکنه، و بالای کسی که عمل نجات میته برای اونا روشنی میته که الله مهربان و
بخشاینده است. حالا ما میگیم که اینی آیت نشان دهنده اینی جنایت است. این در کدام وزارت، در کدام ریاست، در کدام فابریکه، در کدام کارخانه، در کدام کوچه و بازار عملی میکنیم و برای مردم خیرش میرسه؟ یک زن در دنیا برای ما پیدا کنیم. در کل دنیا من مسلمان چالش یک زن دنیا پیدا کنیم که ایرا من حیث یک قانون بشری انسانی برای خود، دختر خود، خواهر خود، مادر خود یا زن دیگه یا خانم ما یا خانم یا خواهر مادر شما یک عمل درست بدانه و تن بده که اینی میره سرش تطبیق کنیم. ما از اینجا تا مکه بینی خود کش میکنم از سر مسلمان میشم. در غیر از او قبول کنیم که آیت کمپان پسات است و ای باعث فساد، بدبختی و جنایت است و جنایت پرستی است. کاملا. ما آقای معین شما را خوش آمد میگم، دست شما را فشار میتم، شما را با آغوش میکشم، هموطن عزیز و گرامی. و ای که خودت در بین کمیونیتی پشتون باید یک مبارزه دستی، ای با مراتب سخت‌تر است از ما کردن و در مجموع برای کل ما عین راه است. خودت برات موفقیت میخوایم. اگر ما هر چیز بتانیم دیگه قسمت کنیم، دریغ نمی کنیم. ما عالمی نمره شما را در میجا برم تکس کنین، ما ببینیم که چی رقم ما شما میتونیم همکاری کنیم. تشکر. من شما را فالو کردم. دوستایتان بگین کسی که مسئول شما است اونا برای من یک فالو بک بتن که ما بتانم برای شما شماره خودم بفرستم و امی تیک تاک هم بتون براتون و بعدا ما شما هم صحبت شیم، هم کلام شیم تا امی صحبت هایی که ما و شما داریم هم به زبان پشتو هم به زبان فارسی به مردم برسه. ما اکثر مردم میگیم ویدیوهای مرا چاپ کنین و قرا و قصبات ببرین. شما هم یک گپ زدین، واقعا ما افتخار میکنم به این فهم شما. ما امیر تجربه کردیم که بالای ما آنقدر سختی آمده که بشریت نامده باشه که میلیون ها تهدید مرگ و کوفته ساختن را بگذارین. فامیل مرا، برادرای مرا، خواهرای مرا، خسربرای مرا، خسرخیل مرا، کاکا و ماماها و اینای مرا به اصطلاح ما وردکی ها در مغزشان آتش در دادن. اینقدر اینا را رنج دادن. امیالم رنج میتن. رفتن موبایل های برادرای مرا دیدن که شما با این مرتد و لعین و پعین و کافر میگه ارتباط دارین، یعنی گپ میزنین. اینمی مبین و عقاب آمد در پیش مردم. از ما دختر ما گفتم ما دختر ما عروس شده است، میگن اون را بتی که ثواب داره. هر روز نام زن ما میگرفت که این میره به پوستر روان که بستری ما را گرم کنه. و این گپا کلش رسید به فامیل ما. اونا آنقدر زیر فشار آمده گفتم این بار زر الابت از ناموست کده بهتر است. ما برشان چی گفتم؟ ما گفتم اونمو دخترکی که در دشت برچی بستر بود و ای دخترک اولاد به تنش بود، ای از وردک بود و ای منطقه هزاره ها. بله. او خو نه ضد طالب بود، نه ضد اسلام بود و نه ضد کسدگی بود. اینمی ملا توسط اینمی قرآن با امو طفل تولد ناشده ترحم نکرد. برای ما تو ترحم میکنه. با امو دختر که دختر موچی بود در هلمند پدرش موچیگری میکرد، برای او دختر ترحم نکرد و مسلمان بود. برای ما تو ترحم میکنه. این مبارزه را گفتم ایراد داده نیستم و در مقابل ایس کمپان پسات قرآن و حدیث باید مردم خود رو، اگه ما غلط هستم بیار روشن بسازین که قرآن درست است ما قبول کنیم. اگه ایس کمپان پسات است دیگه بگذارین که ایس کمپان پسات دیگه کارش بکنیم دیگه. 1200 سال من پیشتر از شما یک برنامه دیگه داشتم. یک بچه آمد میگه قرآن دین صلح هست. گفتم بیا یک آیت بیار. آیا آیت 29 سورت توبه قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر آیت صلح هست؟ امی صفیه را پدر برادر و شوهرش کشتن، خواهر مادر برادر تمام قومش اسیر ساختن، برده ساختن، فروختن. این صلح هست؟ زیر پای خود انداختن و بعد از او نه ای را برده ساختن، به 7 برده با زیر محمد خرید، بعد از او سرش تجاوز جنسی کرد. یعنی از یک پروسه وحشت و جنایت و غیر انسان سازی بازی را بالا آورد که تو خود المؤمنین گفتیم این صلح هست.
امرای ابوبکر برادری کرد، از قومش رو جدا کرد که تو برادر مسی مسلمان شو. سر دختر 6 ساله سر عایشه چشم دوخت. این دین صلح هست، بدون نکاح، بدون ایجاب و قبول، بدون مهر، بدون شاهد، بدون رضایت عایشه او را برد به خانه خود، امرای امو گودیگکاش سرش تجاوز جنسی کرد. ما همین تمام اینا رو چالش دادیم که اگر شما یک سند آوردین که بیبی عایشه مظلوم برای محمد نفس خدا داده باشه، ایجاب و قبول کرده باشه و محمد گفته باشه که ای وجود ما، ای نفس ما در اختیار توست، ما قبول دارم مهره و بر رضایت خود بر محمد داده باشه، گفتم از می تا مکه خط بینی کش میکنم مسلمان میشم. بیارین سند بیارین. کجاست نکای زو؟ جناب وردک، ما گپای شما را از کل کده زیادتر میفهم. ما کده سلولهای بدن خود میفهم گپای شما را. اینمی عین درد است که خودت در ایجا کشانده و مرا و صدها هموطن دیگه ما در ایجا خطر کشته شدن در سر خود گرفتیم که اگر هموطنهای خود از جا نجات بدیم. بنان ما بسیار خودت سپاس میکنم و میفهم که مبارزه برای خودت چقدر سختی ها میاره. ما حتمی امرای تماس میگیرم جناب وردک، شما را خوش آمد میگم و موفقیت برتان میخوایم. امروز تشکر بسیار زیاد که مرا در برنامه آوردین. من میفهم که وقت شما پر است. تقریبا 15 دقیقه پیش شما گفتین که شما برنامه را 10 دقیقه دیگه ادامه میتین. وقت اضافی که برای ما دادین بسیار زیاد تشکر. در برنامه‌های بعدی حتما هم صحبت میشیم و فالو بک بر دوستا بگین برای ما بده که ما شما بتونیم باز برنامه‌های دیگه را پیش بریم. بسیار زیاد تشکر. شما تشکر.